تو تا حالا توی کوه داد زدی؟ پژواک صدای خودتو شنیدی؟ صدا از گلوی تو بیرون میره، بین سنگا و صخره‌ها میچرخه، از رودخونه ها رد میشه، از بین دسته پرنده ها میگذره، میره تا میخوره به سینه کش کوه روبرو. بعد بر میگرده، همه راه رفته رو بر میگرده تا دوباره میرسه به گوش تو و تو صدای خودتو دوباره میشنوی. اینا همش چند لحظه، بیشتر طول نمیکشه، شاید 1 ثانیه یا نهایتاً 5 ثانیه. اما تو همین 5 ثانیه صدای تو جدا از تو وجود داشته حرکت میکرده. صدای تو 5 ثانیه بدون تو زنده مونده. چرا نتونه 50 سال بدون تو زنده بمونه؟ من خودکشی نکردم. کشته شدم. یکی باید اینو یه جایی بگه.